ابو محمود خوجندی، اخترشناس، ریاضیدان و اختراعکار مشهور تاجیک و فارس. زمان زندگی ابو محمود خوجندی به دوره حکمرانی دولت سامانیان راست می‌آید. فعالیت علمی ابو محمود خوجندی در شهرهای بغداد و ری گذشته است. سال 994 در شهر ری در دربار امیر بویحی فخرالدوله دیلمی بر رصدبندی و مشاهده جرم‌های آسمانی پرداخته است. بنابر اخبار بیرونی، سدسی اختراع کرده ابو محمود خوجندی به شرف حاکم دور فخرالدوله سدسی فخری نامگذاری شده است. قطر سدسی ساخته ابو محمود خوجندی 86 متر بوده، از روی قاعده به درجه، دقیقه و ثانیه ها تقسیم شده است. سدسی نامبرده ابو محمود خوجندی در نزد شهر ری در قله کوه تبارک گذاشته شده بود. ابو محمود خوجندی با اسباب ساخته خود بار اول سال 994 قیمت میل مدار آفتاب را معین کرده بود. اسباب‌های نجوم رصدخانه‌های مراغه، سمرقند و جیپور در اساس و تمثال سدسی ابو محمود خوجندی ساخته شدند. ابو محمود خوجندی به غیر از علم نجوم در ریاضیات هم نادری زمان بود. تئورمی را که امروز در متماتیک با نام تئورم فرم معلوم است، 600 سال قبل از او ابو محمود خوجندی ابتدا گذاشته بود.